عیدتون مبارک. انشالله که سال خوبی داشته باشین. بچه من یه جای قشنگ اومدم، حیفم اومد معرفی نکنم. جاده رودسر به سمت رامسر، یه روستای خیلی سرسبز و قشنگه به اسم اوشیان. این چشمه ای که میبینین یه چشمه معروفه که تو کل دنیا فقط 2 تا از این چشمه داریم، یکی تو جمهوری چک اگه اشتباه نکنم و یکی اینجا. کلی خواص درمانی داره برای سنگ کلیه و کمبود آهن، خیلی خوبه. یه جهانگرد خیلی معروف به اسم رابینو ازش اسم برده و چند روز اینجا گذرونده و همینطور شیخ بهایی. و اینکه این چشمه یه ویژگی جالبی که داره، چند دقیقه که آب جریان داره به صورت خیلی اتومات چند دقیقه قطع میشه و باز دوباره آب به جریان میفته. خیلی لوکیشن قشنگی، اسمش چشمه دمکشه، حتما اومدی